سلام محمد جون. من واقعا عذرخواهی بهت کنم، خیلی نوکرتم آقا کلباز، ببخشید من یه چند روزی نتونستم با شما. چشم محمد جون نوکرتم. آقای من اون شب بهت گفت آره رفیقم بود، این در عکس نمیدونیم چجوری شده که این تصادفا خورده تو تریپ ما و رفیقامون. آره اون شب یه بچه ها زنگ زده بود، خیلی هم دوست داشتنی بود، برام عزیز بود، گفتن که ماشین بگذاره بود اینا، بعد درجا تمام کرده بود. دیروزم حالم واقعا خیلی بد بود. الان یه روز در خونم رو بچه ها بسته است، بعد دیگه داشتم به هم میریختم، اصلا هم داشت به هم میریخت. گفتم به رفیق خودم امازین عزیزم زنگ بزنم کمی صحبت کنیم آروم بشم. جونم جونم بعد 80 تا تقریبی دارم میگم، چون من حالم خوش نیست. من صورتم گرد و توفله به قول خودمون، چشمام قهوه‌ایه، به قهوه‌ای میزنه، ابروام کمونیه، صورتم توپر، موهام یک رو به بالاست مثل اون بازیگری که بهت گفتم. دماغم قلمی، یعنی بزرگ و پت و پهن نیست، یه کمی هم نوکش به بالاست. لبام قیتونیه، یعنی خوشگله، میگم کشیده است. شونه معمولیه، من تقریبا موضوعه، همه چی موضوعه. چی هرچم خودم دیگه گفتم یه بار هیکلی هم سینه سپر، من ورزشکار بودم، ورزش میکردم، سینه‌ام تو پر کار شدم، پاهمم رولام تو پله، ساق پاهم به صورت ساق دارم، قشنگ تو مشت میاد، یعنی پوست بدنم سفیده. بدنم کموه، ولی خب من بیشتر وقتا میزنم، خیلی موهاش کمه. سالانی محمد جون، رنگ سیاه قهوه‌ای خوب یادته فراسیم. آره حالا تو چجوره محمد جون؟ یه یا خورتونیه مخروطیه، بودم در تو گرده یا مخروطیه سرش؟ چرا محمد جون؟ دوست داری اگه تو شهرم بودیم میخوابیدم رود؟ نوکرتم دیگه بگو. از من میپرسی؟ خیلی دوست داشتم، خیلی محمد جون، داشتم با فواد بالا پایین میکردیم. منم دوست دارم محمد جون. تو آمریکا که میشه، مشکل نداره که.
حالا یعنی میخوای مثلا دینی باشه؟ آره خب محدود میشدم، خیلی محدود میشدم، ولی چون تو هستی آره، یعنی احساس میکنم خیلی با اینترنت خواستنیه، ارزش داره. چون آره با ازدواج میکردم اما جون، ولی من خوار میکنیم. آره میشه دارم اما جون نوکرتم ما بیشتر یه تریلی میخواد اما جون میگم که خیلی من رو فکر پر بردی، میخوای با هم تلفنی ازدواج کنیم؟ اون حرفی که زدی و من چون واقعا به هیچ دختری علاقه ندارم، هر چی فکر میکنم به هیچ دختری علاقه ندارم، میگم اگه میشه دینی هست با هم ازدواج کنیم. من وقت من شوهرم و بگم وقت تو میشه همسرم باشه. میشه ازدواج کنیم الان؟ آره خب دوست دارم اگه تو فکر میکنی اینجوری دینی میشه خب دینیش کن. بشن بلندتر برام حرف بزن فقط چم. تو وکیل منی محمد جون. بگم برات چی میرد میکنم؟ بگم یه چیز کلوف تحریف میکنم. یه چیز کلوف. خب تو یه کاری بکن، نمیدونم من که اونجا تو یه خودکاری الان به من هدیه کن، من همونو مهرت کنم. خوبه؟ میشه اینجوری؟ بعد برات بفرستم. خب ببین من الان یه خودکار رو میزمه نوع هم هست 500 تا یه تومنی خریدم، اونو مهرت میکنم. قبول کردم مجون؟ خب بخون دیگه، ولی یه شرط داره، شبا باید پیشی کسی نخوابی باشه؟ آره منظورم اینه که یعنی به من خیانت نکنی ها. خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه. چند لحظه بخون، دوست دارم بشنوم، بلند بخون. بله قبول کردم محمد جون. الان زنشوهر شدیم. محمد جون بیا رو پام بشین، یه بوس بده دیگه بریم بخوابیم تا فردا. بیا رو پام بیا تو بغلم. آخ جان قشنگ بذار روش، گذاشتی روش، یه بوس لبات بگیرم. نوکرتم محمد جون، نوکرتم. خب خیلی دوست دارم محمد. فردا عزیزم مراقب خودت باش، فردا شاید 11:30 منتظرتم. نوکرتم. کاری با من نداری؟ خدا حافظ.